اگه یه شب وسط قبرستون بیدار شدی و صدای زنگ شنیدی، باید بدونی که اون صدای ناقوس مرگته. احتمال برگشت به زندگی واقعی خیلی کمه، ولی اگه خواستی شانس تو امتحان کنی، این کارا رو انجام بده. 1. مسیر پرواز کلاغ‌ها رو دنبال کن. اونا راهو میدونن، پس نزدیکشون بمون. 2. اگه دور آتیش چند نفر رو دیدی که کارهای عجیبی میکنن، اصلا نزدیکشون نشو. اونا امیدشون رو برای برگشت از دست دادن. 3. حواست به قبرهای باز باشه. اگه داخلشون بیفتی، جات با اونا عوض میشه. 4. از اتاق نگهبانه قبرستون فاصله بگیر. اونا اصلا نباید تو رو اونجا ببینن. اگه ببیننت، دیگه هیچ وقت اجازه نمیدن از اینجا بری. 5. برای نجات باید دنبال یه چاه بگردی و اسمت رو داخلش صدا کنی تا بتونی به زندگی واقعی برگردی. ولی اگه حتی یادت رفته بود کی بودی، یعنی فرصت تموم شده و همه خاطراتتو فراموش کردی.